آقا سلام، خیلی مخلصیم. ما دوباره اومدیم با یه ویدیوی جدید دیگه، با یه باندل چرت و پرت دیگه. یه دونه تانتو داره باندلش اینه که دیدین الان که من عوض کردم. اتچشو اورجینالش اینه. یه دونه هم شاتگان داره. اتچش اگه خواستین اسکرین شات بگیرین واقعا خوب میزنه. تانتو هنوز نفهمیدم چجوریه. بعضی وقتا برش میداری دیوونه است، 3 4 تا 5 تا تیر به یکی میزنی میفته، همه میفتن باش. بعضی وقتا هم انگار اصلا مسخره بازیه، تفنگ بادی دستته. انگار نمیدونم، هنوز نتونستم بدونم که این گان چجوریه. بعضی وقتا بد حال میده، بعضی وقتا واقعا زده حاله. اینا رو هم بد زدمشون خداییش. یه سری عربن که ما هر شب میخوریم به اینا، هر شب. اسمشون نمیدونم بلک و نمیدونم راین و اینان که جالبه، بازی جالب شده. یه سری آدمی هم که هر شب هم دیگر رو توی ریورس میبینن. خدا رو شکر وردانس داره جدیدن شلوغ میشه. هی توی مدرن سیزن 6 مدرن وردانس که خیلی شلوغ بود، یعنی فقط وردانس که زدن، همه کسی ریورس یاد نمیزد. حالا توی بلک آپس برعکس شده، همه توی ریورس پر ولیر، وردانس کم. ولی خب جدیدن داره دوباره این مود برمیگرده. امیدوارم که سریعتر وردانس شلوغ بشه، چون فایتای وردانس که واقعا حال میده. فایتایی که توی وردانس قدم میده واقعا جذابه، مثلا اسنایپاش. دیدین چقدر باحاله تریسر این تانتو؟ فوق العاده است. من اسکینش اصلا دوست ندارم، یعنی اسکینش مسخره ترین اسکینیه که تا حالا داشتم. مسخره ترین اسکین که نه، ولی خب اسکینش اصلا باحال نیست. ولی تریسر تانتوش فوق العاده است. تریسرش میشه همون تیرای رنگیش. بگم که بعد هی نپرسین تریسرش چیه. اون تیرای رنگی که میزنه یا رو برق میگیرتش. بعد من دارم روی گرافیک وری لو براتون رکورد میکنم. اگه بذارم روی گرافیک بالاتر براتون رکورد کنم و همه افکتای بازیارتون روشن کنم، خیلی چیزای باحال تری از کیل افکتش میبینین. چون کیل افکتش اینجوریه که طرفو برق میگیره، بعد اسکلتش خشک میشه و تبدیل به یه اسکلت سوخاری میشه، سوخته. بازم اینجا یکم مشخصه، اگه دقت کنیم میبینین که یه اسکلت سوخته مونده، ولی چون انقدر کیفیت رو بردم پایین که بتونم فریم ریت بالایی بگیرم، اینجوری نشون میده. دیگه چاره ای نیست فعلا تا ببینیم یا باید دیوایس رو بهتر کنیم یا این بازی بی‌ناموس به این سازی شروع کنه. داشت دهنه ما رو گاییده. من پشت گوشیم فن میذارم، روی وریلو بازی میکنم، بازم داغ میکنه، پشمام میریزه حاجی. با پوکو ایکس ایکس پرو دارم بازی میکنم. هر گیمیه که میرم توش، رفتم توی دلتا فورس، همه چی رو گذاشتم رو ته. بعد گوشیم حتی 1 ثانیه هم داغ نکرد بدون فن، ولی انقدر گیم پلی دلتا فورس مسخره بود که ترجیح دادم گوشیم بسوزه ولی وارزون موبایل بازی کنم. نزنین آقا دلتا فورس، نزنین. این همه گیم باحال هست، نزنین. کوسچه رو بازی نکنید، خیلی مسخره است. در حال حاضر واقعا مسخره است. شاید بعداً، شاید سیزن‌های بعد، شاید جلوتر آپدیت هایی بدن که بازی بهتر بشه، روون‌تر بشه، از این حالت خشکی و یه نواختی در بیاد. یه سری چیزاش واقعا مسخره است. یه سری هم میگن خیلی بهینه است. خب آخه مپ خاصی نداره، یه دونه مپ مولتیه که همش جنگله. بعد شما بهینه سازی که میخواین ببینین بهش دقت کنین. تموم خونه هایی که توی دلتا فورس وجود داره فقط ماکته، یعنی هیچ خونه ای نیست که شما بخوای بتونی برید داخلش. در هیچ خونه ای باز نمیشه. ولی از اون طرف شما وارزون موبایل رو ببین، هیچ خونه ای توی وارزون موبایل وجود نداره که نتونی واردش بشی. و تک تک اینا نشستن جزئیات بندی شده، تک تک اینا نشستن برنامه نویسی شده. و این بازی واقعا سنگینه، شما اصلا نمیتونی اینو بهینش کنی. چقدر نگه میتونی بهینش کنی؟ مپ وردانس به این بزرگی، تموم خونه هایی که تو وردانس وجود داره تو میتونی بری داخلش، تمومشو. بعد فکر کن چند تا خونه است، چند تا جزئیات، چند تا دره، چند تا پنجره است، چقدر حجم زیادیه. بعد دلتا فورس یه
طبقه نمیتونی بری بالا، یه نردبون زوری میره بالا یارو. اصلا خیلی چندشه. خشک‌ترین گیم پلیه که دیدم، چندش آورترین گیم پلیه که بازی کردم. یکم از حق نگذریم اسنایپ زدم توش، یکم باحاله، یکم که اونم واقعا مسخره است. بازم مسخره است. نزنین کسچر بازی نکنید آجی، کسچره بریم بازیای بهتری بازی کنیم. من نمیگم این وارزون موبایل بازی کنیم، ولی بریم کال آف موبایل بازی کنیم. به خدا سگ شرف داره به اون کسچری که وجود داره. ویدیو 15 دفعه گفتم تا الان کسچره، اصلا هم خورد میکنه این بازی مسخره. خلاصه که اونایی به نظرم کسی که دلتا فورس حال میکنه کسیه که توی همه بازیای دنیا یه نوب سگه و هیچ گیم پلی خاصی نمیتونه ارائه بده، میره دلتا فورس بازی میکنه. چون دلتا فورس هیچ چیزی برای ارائه دادن نداره، فقط باید تیر بزنی، این بگیری دیگ، همین. نه موومنت خاصی داره، نه گیم پلی مسخره، گیم پلی سوبر چندش. اگه یکم صدا ماشین میاد عذرخواهی میکنم ازتون، هوا بارونیه، رده هوا، و اینکه آقا مواظب خودتون باشین دیگه. خلاصه خیلی مخلصم. اگه تو بازی خوردیم به هم دیگه رو زدیم، یه اد فرند دادیم با هم دیگه بازی کنیم. و روی اندروید فکر کنم باگ جدیدن که اد فرند نمیاد، ولی خب یه این وایت یه جوری به هم دیگه وصل کنیم، با هم دیگه گیم بزنیم، لذتشو ببریم. دوستتون دارم، امیدوارم که خیلی عید خوبی داشته باشین چند وقت دیگه و چهارشنبه سوری نزدیکه، بزنین هم دیگه رو جر بدین تو دنیای واقعی. مواظب خودتونم باشین. خیلی مخلصم، چاکس همگی. فعلا آقا، فعلا ویدیو یه دقیقه دیگه ازش مونده، ببینین تا آخرش رو. خدایی شاتای جالبی زدیم توش. فعلا آقا، مخلص. Enemy destroyed. Use your tac map to hunt down the rest of them. Enemy destroyed. Use your... You have reinforcements inbound. Enemy destroyed. Use your tac map to hunt down. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Need a medic. All enemy squads eliminated.